بسم الله الرحمن الرحیم. مرد با اندوه زیاد نزد عمر رضی الله تعالی عنه آمده با آوازی درشت ندا کرد: مرا نجات ده ای امیر المؤمنین. عمر گفت: از کی نجات دهم؟ آن مرد به علی نگاه کرده گفت: از آن مردی که در پهلوی شما نشسته است. عمر به علی نگریسته گفت: برخیز ای ابوالحسن و همراه این دعواگر بنشین. علی نزد دعواگر نشسته با او مناظره کرد و آن مرد بازگشته رفت. علی باز به پهلوی عمر گذشته نشست. عمر نگاه کرد که رنگ چهره علی دیگرگون شده است. به علی گفت: ای ابوالحسن، برای چی چهره دیگرگون شده است؟ آیا از آنچه گذشت ناراضی اید؟ علی گفت: بله. عمر گفت: از چی ناراضی اید؟ علی گفت: از آنکه در نزد دعواگر مرا با کنیم ابوالحسن خطاب کردید، چی میشد که با نامم صدا میکردید؟ عمر تبسم کنان علی را به آغوش گرفته بوسید و گفت: پدرم فدایت باد، خداوند ما را توسط شما از تاریکی کفر به نور ایمان هدایت کرده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.